شفام دیم نفرای بیوش به جور میشه دیگه. اینجا در نام کوی کورد یا تخت شاه سلیمان میگه این منطقه را. همین ساحه همین اطراف همین کنای دوروبر کاملا مربوط به مزی کنه. میگه در دوران حضرت شاه سلیمان پیغمبر همینجا تخت شاه سلیمان تا شده بوده. تخت شاه سلیمان تا شده بوده همینجا. خلاصه مردم اولا که بلندیه و دویم نگی وقتی که اینجا میه به عنوان زیارت نه مثلا باز خیلی زیارت مجرب هم داره اینجا که مردم میه مثلا میگه که خدای به عظمت شاه سلیمان پیغمبر کدام حاجتی داره حاجت هم روا میشه. از جمله امی کسایی که زیاد ترسوی مثلا ترس خورده یا مثلا بیهوش میشه زیادتر یا دیگه مشکلات های دیگه سرش پیش میه یا مثلا بعضی کسایی که هم بیهوش هم نمیشه هم ترس خورده یا کدام وقتی کدام مشکلات سرش میه اینمی کسا که وقتی که در اینجا میه دیگه به عقیده پاک بیه و خلاصه اینجا خدا رو به عظمت شاه سلیمان پیغمبر قسم بده و از خدا شفا بخواه خدا شفا میده.
منتها از جمله کسایی که مثلا در این مسیر خوب نمیشه، کسایی که تا خورده یا مثلا کسایی که سر کو تا مخوره، سر درخت تا مخوره، سر دیوال تا مخوره، کنم جایش اوگر میشه. اینی کسا مثلا توسط از او اوگر شدگی اگر کنم بیهوشی درش پیدا شوه، او کسا جور نمیشه. مثلا صرف کسایی که ترس خورده، کسایی که جین زده و قولی از ما شما برای مردمای محل، این کسا در این مسیر که میه جور میشه. مخصوصا باز کسایی که زیادتر بیهوش میشه در منطقه، مثلا در 24 ساعت 1 بار 2 بار 3 بار بیهوش میشه، باز این یکی هست در نمازی مسیر همی را و نمازو اینجا نفرها میاد و نمازو کوزه که رسید، اما نفرهای بیهوشی و نمازی که میرسه دیگه خلاصه دیگه از او ایسو در حال نیه. ما خود ما یک وقتی یک داستانی که ما در سر پیش خودمون گذاشته، یک نفر آوردیم همونجا تا که مکوزه رسید، اینجا که زیارت معلوم شد، همونجا که رسید 6 صاحب مهربانی کمک مویل دمتر بازداد گفتی بری که نه که زده نوار کن. این به حدی زدن کرد که اینجا کم نمیشد. من این از این مزباها و نمازو مسیر که پس میگرفتیم آخر 3 نفره به یک مشکل و یک بدبختی مخلاصه اینی میرگستم. اون نگاه کنیم یک نفر دیگه هم قسم ممکنه داره و میره، اونام یک نفری بیهوشی داره و میره و نوام بیهوشی داره دیگه. خدمت شما عرض کنم بازانمو را مو اینجا رسندی، اینجا خلاصه بله زیارت هم اینجا برای یک 5 دقیقه دیگه من اینجا هم خیلی دیست پای زد، بازم اینجا خو رفت. بعد از نیم ساعت خلاصه اینمی آدم بلد شد، با وجودی که 4-5 سالی به حدی بیهوش میشید که در هر مسیری که مفتدی از سرای ساکویی تا خورد، مثلا در قضای در جغای آتیشی بیهوش دیست پای از سوخت. اینا تای 4-5 سال اینم از اینجا که ما صاحب برگرداندی دیگه الحمدلله هم تا سالیم جوشید. دیگه یک دوره دیگه زن برادر من رقم بیهوش میشید و بخی 6-7 سالی قضیه رفت. اونم آدم بیهوش میشید، اونم را حتی بعضی طلتبارای نه فکر میکرد که اینمی آدم بهانه من در جغه آتیش دیست چرا سوختن، پای چرا سوختن در بود غریب. اونم صاحب وقتی که اینجا آمد اینجا خلاصه او بخیم از پایین دیگه وضعیتش خراب شده بود. تا اینجا رسیده بود، تا کم اینجا رسیده بود، نفر رو خیلی اذیت کرده بود. باز اینجا که رسید اینجا گفت اینجا یک لحظه ورم ولی زیارت هم خیلی دیست پای زد، باز دوباره خو رفت. یعنی که خو مورا نمیشه، باز یک نیم ساعت مثلا 20 دقیقه یا بیشتر از اون کمتر بازانمو جور میشه. بازانمو آدم هم که جور شد، یعنی تو آدم در پیش نظر خودمون، یعنی اینجا خدا باز از شاه سلیمان پیغمبر شفا داد. یعنی شفایی که مثلا دکتر از معالجهش عاجز بود، ما بسیار پیش دکتر گردنده، مخصوصا همی 2 نفرمو بسیار زیاد پیش دکتر، چی کابل چی در داخلی منطقه طرف دکترای محلی هر کجا اینا گردنده شد. حتی همو زن برادر ما در ایراد هم که بود اونجا پیش دکترای خوبتر 3 سالی در ایراد من جور نشی صاحب. اونمو آخری در این مسیر که آوردی یعنی اینجا خلاصه در مزید زیارت جور شد. اینی حالم که هست در این منطقه خلاصه در کل از این مردم معلومه. یا مثلا اگر یک نفر میگن نه بابا اونجا چیز خدایی نیست شما دروغ مورید، حتما در تای 24 ساعت یک مشکلی درش میرسه او که میرسه. این دیگه این تر بیرون کدام خلاصه شک و شبهه درش وجود نداره. یعنی این رقم داستانا داره دیگه. و این که مثلا تخت شاه سلیمانی پیغمبر اینجا تا شده چند در منده چند در نمانده اوش دقیق نمیدن، ولی کدام میگه از شاه سلیمانی پیغمبر کدام طفلی اینجا فوت شده بوده همینجا دفن، ولی کدام میگه این قضیه دروغه راست نیه، ولی معلوم نیه دیگه. در اون کوکی اون طرف معلوم میشه اونمون جمع خلاصه کردم گواره مواره از اونا مانده بسلی که همونجا بعضی دوستا رفته دیده بعضی چیزای بعضی آثارهای خیلی جالب اونجا هست بلی هم از اون کو. البته ما خود ما که رفتن نتونستیم خیلی زیادی ها نرفتم، مثلا بعضی مردم ها خیلی بسیار نفرهای کم همونجا که رفتن اونا هم تر صحبت نه که خیلی آثارهای جالب سر اون موضوع کوه دیگه. نمی رقم داستان ها داره دیگه. نمیجه مثلا مردم میاد دیگه بشاره ها از راه های دور. یکی بسیار جالب اینجا که انشالله ما شما در این سفر هم انشالله میبینی، یعنی وقتیامات خیلی خستگی داره، خیلی خسته میشه. مثلا نفر از این پایین میاد هم خسته میشه، هم از این مسیری که ما شما بوده هم خسته میشه. باز نمی وقتی رفت خستگی کم
با وجودی که ما خستگی ما زیادتر هم شد، چون به خاطری که ما بسیار مسیر طولانی را طی کردیم آمدیم. مثلا ما صبح از موتر ساعتی 5 بجه بود تا شدی، نه 5 بجه بود تا شدی، ولی مثلا ساعت چنده فعلا صاحب مهربان ساعت 9 بجه 9:18 دقیقه مثلا 4 صبح پیدروی آمده اینجا. انیالی وقتی رفته انشالله او قدر مشکل سری از ما شمایی. اگر در دیگه مسیرم در این مسیر دور در این مثلا جغرافیایی خیلی خشیم و سنگین اگر ما شما مسافرت کنی یا ما میگم تا 3 4 خودمون خرجم نمیتونی، ولی نمیزی مسیر مثلا مسافرت زیاد خسته کنی. مثلا بیتن اصلا که خوبتر شخری او باشه یا مثلا هر نفر اونجا کشیده نمیتونه نگاه کنی اونجا خیلی همونطور بدک معلوم میشه. یعنی می رقم دوستانه دیگه.
کوی کد یک تا دیگر زیاد کرده